عبدالمنان هر روز برای دیدن برادرش به بیمارخانه روحی می آید. دادر او بهاوالدین یوسفوف بعد چند هفته خدمت در ارتش از قسم حربی به این بیمارخانه آورده شده است. نزدیکان او میگویند کسی از مسئولین نمیگوید که به بهاوالدین چه اتفاقی رخ داد. سرباز با ایما و اشاره به پیوندانش درباره حادثه به سرش آمده کمی اطلاع داده است. به گفته برادر سرباز، دادرش از آب جوشیده سخت میترسد و تخمین میزنند که دهان او را با آب جوش سوزاندند. معنوی گفوش میگه مرا زدن، در سرم بسیار زدن، میگه در دلم زدن، میگه گفتن میگه یک کس ده ترسوندن ما، میگه گوده گپ زدن نمیتونه، در این حالت نبود، خیلی سرش تراوما بود. عبدالمنان میگوید آنها هفته پیش از وضع برادرش آگاه شدند. پدر برای عیادت سرباز به قسم حربی رفت و او را در آنجا پیدا نکرد. بهاوالدین الک چند هفته باز در خدمت نبوده است و کسی هم خانواده را از حال او خبردار نکرده است. خبرنگاران توانستند که بهاوالدین را در بیمارخانه روحی از نزدیک ببینند. اومدیم حالی را دیدیم وخی. چی گپ است خودش؟ چی گپ است این مردم؟ فرزندی تاجیک و تاجیکستانی برای شما بازیچه است. به خدا قسم یا به اندازه ظالم شدگیان یا به اندازه قاتل شدگیان که هیچ رحم به یک جوانمرد ندارن. ای مردم همین ساعتی رسیده است که باور کن مردم گروه میلیون ها در کوچه بریزن، گردن یا را بگیرن بزانو بشونن، جوانمردی نشان بدن. ما دیگر هیچ حرفی گفتن برای مردم ندارم. یک بار نگاه کنین، بچه جوانی سالم هم میبرن، لط و کوب میکنن، آب خطی میسوزانن، زبانش هم میبرن، گوش هم میبرن، مردش هم میورن. چی گپ است خودش؟ چی گپ است؟ این همون نشانه های بیدار کردن مردم است که روز میشوه که گروه میبرو دیگه سعی رای را کسی که گوشو بینی احمقا را پورا میکنن یا به اندازه آزاد گذاشتگیند. همین جنایت ها رحمانوف آزاد گذاشتگیند. بکشین مردم، بزنین مردم، تجاوز بکنین مردم، غارت بکنین مردم تاجیک صدقه زندگی شوه. با زبان سیاسی این همین گپ میگه همه مردم تاجیکستانی صدقه زندگی در این تاجیکستان بشه. بچه یک فرزند مردم هم میبرین خدمت حربی برای زدن، جوان گن کردن، داداش آب جوش دادن، روی کردن بره. چی گپ است خودش؟ یک سایه همین حکومت رحمانو یگام جوانمرد داره که امروز برای از همون آشکار دفاع بکنن این موضوع را شرح بده. هسته یگام نفر برای ما مردم خاموش بودن چی معنی داره؟ کسی که من را میبینی 6000 نفر میبینه مردم. یک بار بیایم برای خودمون سوال بتیم، وجدانن ایمانن سوال بتیم. چی گپ است خودشین؟ برای ما فرض است، قرض است، سنت است، واجب است که امروز بلند شویم بگیم که بس ظلم، بس. یک بار فکر بکنین. روزها فکری من این است که همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دلی خویشتنم. از کجا آمدنم بهر چی بود؟ به کجا میرم آخر ننمایی وطنم. چی گپ است خودش؟ برای چی آفریده شده است ما را خداوند؟ برای چی؟ یک بار برای خودمون روز و شب سوال میکنیم که همین پروردگار برای چی مرا خلق کرده است؟ برای چی غافل هستیم از احوال دل خودمون، از آینده خودمون؟ فردا میریم چی جواب میدیم؟ برای چی غافلیم؟ از کجا آمدنم برای چی بود؟ از کجا آمدیم؟ و یک بار دیدین که همین فلسفه زندگی ما را یک بار برای چی ما را خداوند آفرید؟ برای چی یک کس فکر کرد؟ چی باور کنید دیگر از این زیاد دیگر نمیشه استاد شد در مقابلی، نمیشه در مقابل این ظلم خاموش استاد. حتما باید استاد شد، مبارزه بود. ما خیلی ندروی نکرده بودیم، سوق سلامت بود، خیلی تراوم هم داشت، کسل هم بود، تراومای پشت سرش زدگی بودن پیشتر. پیوندان سرباز میگویند که وضع صحتی بهاوالدین پیش از جلب شدن به صف ارتش هم چندان خوب نبود. به گفته آنها حجت‌های ضروری هم درباره بیمار بودنش به مسئولین پیشنهاد شد.
اما پزشکان خلاصه دادند که او صحت و سلامت است. در قسم حربی میگویند که سرباز را کسی لط و کوب نکرده است و او با همین حالت به خدمت آمده بود. اما به سوال اینکه پس چرا جوانی این دیوانه را ببینین، این احمقا را ببینین، میگه که این کسلی بچه پیش از اوی که یک نفر خدمت میره از نظر دکتر میگذره چی خیش با یک آدم مریضی که ناسالم و گفته خودتون برده خدمت حربی. آیا یک نفری که ناسالم از میتونه که خدمت بکنه در وطن؟ دیگر نمیدونن یا چی دروغ بگنه. باور کنین که اصلا همین حکومت رحمانوف که سر تا پا دیوانه شده گنیو. هیچ یک فرهنگی ندارند، هیچ یک انسان نیستند. در همین گرد اطرافشون اگر بگذاری صدها کیلومتر دور در گرد اطرافشون آداب انسانی نیست، اخلاق انسانی دور نمیزنه. ببینید میگه که این نفر پیش از اینکه خدمت اومد خیلی مریض بود. بچه نفری که مریض بوده از شما گیجا خدمتش بردین یک دیگه که وقتی بردینش لط و کوبش کردین کی باید جواب تیه؟ سالم به صف ارتش قبول شد آنها پاسخ ندادند. دلربا صمدوی رهبری دفتر آزادی‌های شهروندی میگوید در اکثر حالت در قسم‌های حربی نوعسکران مورد لط و کوب و زورآوری قرار میگیرند. این اولین حادثه نیست که سرباز در هفته‌های اول خدمت مورد لط و کوب قرار میگیرد. حالت‌های هم بودند که سرباز در روز اول خدمت کشته شد. این یک نوع شناسایی بی‌رحمانه است. این یک عنعنه است که از زندان به ارتش گذشته است و آن را پذیرایی می‌نمایند. به دفتر آزادی‌های شهروندی از نزدیکان سربازان سال تقریباً تا 1000 شکایت می‌رسد. اکثریت از قانون شکنی های خرد و سرباز شکار یا ابله شکایت می کنند. بعضی از شکایت ها از والدان سربازانی است که در خدمت آسیب جدی دیدند و یا به مرگ رسیدند. در یک سال ما از 10 تا 15 پرونده جدی مثل به خودکشی رسانیدن و کشتار سرباز داریم. حالت‌هایی هم هست که سرباز باید به دلیل آسیب جدی گرفتن در قسم حربی نگاه داشته نشود. من فکر میکنم قضیه و پرونده های زیاد دیگری هستند که در چهار دیوار قسم های حربی نگاه داشته. چیه پس خودش دیگر؟ اما قانونی که در جنگل هستند، همون حیوانا، شیر و پلنگان و روباه و خرابزان دارن، همون قانون. که شما انسان هستین، شما وزارت و اداره دارین، شما کمیته دارین، ساختار دارین، راهبر دارین، پیشوا دارین، محترم دارین، اساسگذار دارین. چی گپ پس خودش؟ چند سال دیگر این ظلم برای مردم میکنین؟ چند سال دیگر؟ یک نفر میگه مریض از خدمت رفته است. یک نفر دیگر میگه نه هیچ کس در خدمت چونی نیست. هیچ کس جواب نمیدید. بس کنین این شیطانی را. بس کنین مردم کشتن و فریب کردن. من از اون میترسم که روزی میشه که این مردم در میدان بلند میشه اما با دیگر زبان برای شما حرف میزنن، با دیگر اصول، با دیگر طرز. اما او وقت دیگر سراتون در زمین میزنین، دنداناتون میکنین، موهای سرتون میکشین، نه که مردم شما رو نمیبخشن. مردم شما رو پاره میکنن، تیکه تیکه میکنن. من از اون روز میترسم. من از اون روز میترسم که مردم از کنترل بیرون میشه. مردم به اندازه نسبت شما نفرت میکنه که حتی بچه یک دکاوره خوب بوده که دیگر سپید نمیکنی بگیریش از او دفاع بکنی، نمیتونی کرده. حالی هم وقت دارین، حاضر هم وقت دارین، دست از این ظلم بکشین، دست از این ستم بکشین. اگر که او خطر مردستی برو گم که خطر از او ساختاری به انصافانه. وگر نه باور بکنین من گرچنده مخالف شما هستم، اما بعضا مورد دلم به همون زن و بچه شما میسوزه، به همون کودکای شما میسوزه که مردم چیخه برای شما جواب میتیه بعد از به میدان ریختن. با کدام زبان با شما حرف میزنه؟ من میدونم ناموسی تاجیکی را، من میدونم وقتی که ناموسی تاجیک بلند میشه دیگر او را کنترل کردن نمیشه. اگر 1000 تا راهبر پیدا شما نمیشه کنترل کرده، پاره تون میکنن. ساختاری ناسالم دردی مردم حاضر برسین که او روز دیگر دیر میشوه و میبینین